بریم اورلاندو. سلام به همتون، امیدوارم خوب باشین. اومدیم با یه برنامه از فریپاد، البته این فری شوه دیگه در واقع فکر کنم دیگه. با فریپاد اومدیم. امروز اومدیم با یه قسمت خوب برای فینال NBA که فکر می‌کنم جمعه ساعت فکر کنم 4 اینا برگزار میشه. بریم با هم که یه کلا روندی از دوتا تیمای اوکلاهاما و پیسرز ببینیم، چون که خیلی غیر منتظره بود این عملاً صعود و اوکلاهاما شاید، ولی پیسرز رو خیلی فکر نمی‌کردن که صعود بکنه به فینال، ولی خب اومد و الان دیگه داره خفن بازی میکنه. خیلی ها بهشون امید دارن که در واقع بتونن شاید جام بگیرن. به نظرم اولش بریم سراغ این روند صعودیشون. با امیرعلی ندیمی هستیم امروز که استاد دیگه استاد ما نفرمایید تیم ما که هست شد اول کار. اورلاندو امیرعلی طرفدار قدیمی، طرفدار قدیمی اورلاندو، واقعا طرفدار منچستر و اورلاندو یه ترکیب استاد دیگه مصیبت‌ها رو تحمل می‌کنیم. زندگی سختیه ولی سخته واقعا، ولی شده دیگه بالاخره دیگه. ولی حتی تو فینال ام بی هم این اصالت هست. راضیم. خب بریم سراغ اوکلاهاما. اول اون سمت اوکلاهاما، حالا تو ویدیو آخرام راجع به صحبت کرده بودم ولی بد نیست یه مرور دیگه ای داشته باشیم. اومد گریزلیز رو خیلی مفتضحانه حذف کرد تقریبا، یعنی سویپشون کرد و 4-0. حالا من خودم فکر می‌کردم حداقل گریزلیز یه بازی رو ببره. فکر می‌کنم بتونن این دوتا بازی رو بگیرن، ولی حتی یه بازی هم خیلی جلو بودن خود گریزلیز. 20-25 تا جلو بودن. بعدش برگشتن دیگه. فکر کنم جامورانت رفتش بیرون اون بازی رو. اصلا فکر میکنم یکی از دلایل اینکه گریزلیز در واقع نتونست حتی یه بازی هم بگیره همین فکر میکنم معصومیت جامورانت هم بود. چون مثل دقیقاً حالا اونور با سوال کنیم معصومیت استف شد تو بازی با واریرز که همون اولاش مصدوم شد و نتونست، ولی اونور اوکلاهاما تونست 4 ببره. البته حالا پیش بینی میشد انقدر تاندر تیم خوبیه، به نظرم خیلی منسجمن این فصل تاندر و هم با اس جی ای هم با دورت اصلا هیکلش اصلا آدمو یکم رویه رو میگیره از آدم. آره واقعا قویه. خود بازیکنای دیگه اوکلاهاما ترکیب جالبی ان که جلوتر حالا راجع به هر کدومشون و اینا صحبت میکنیم. اوکلاهاما گریزلیزو که حذف کرد رفت خورد به دنور. کلا دنور همیشه تیمیه که اذیت میکنه یه جورایی، ولی نمیدونم این ته که بیاد بالا فینال و اینا رو یعنی تا یه جایی اجرا میکنه، جز حالا اون سالی که یه بازیکن رو از دست داده بود کلا دنور. مثلا KCP کالدول پاپ اومدش اورلاندو، بعد مثلا بروس براون رفتش. یه بازیکنایی که کمکایی که به تیم میکنن ممکنه اونقدر مثلا علاوه آمار اینا خوب لمس نشه، ولی نیازه که مثلا بعضی لحظاتی همیشه نمیتونی به ستارات اتکا کنی دیگه. دقیقاً من همین فکر. ولی خب میبینی یوکیچ هم که همیشه تنهایی نمیتونه بازی رو داره دیگه، تا مثلا راست هم بگیر نگیر داره دیگه. بعضی بازی‌ها خوبه بعضی بازی‌ها راست. کلا از اولش هم راسل وستبروک رو در واقع داریم میگیم که دقیقاً از اولش هم خیلی میبینی بازیکن 0 و 1، یعنی تو هم زمان اوکلاهاما درسته تو اوج بود تو زمان تاندر که بازی میکرد، ولی خب هی این 0 و 1 به بیشتر هی صفری یه بازیای یک بیشتر میشد، یعنی خفن بازی میکرد. ولی خب فکر میکنم که عملاً تو دنور یه جورایی احیا شد، یه جورایی میشه گفت. یه جورایی اومد بالا، ولی فکر میکنم نقش خاصی رو نیمکت داشته. دقیقاً. چون مثلا کارملو هم یادم بازیکنایی که ستاره بودن گزینه اول تیم‌ها بودن، بعد مثلا براشون سخته که یه نقش جدیدی رو انتخاب کنن. دیگه دقیقاً یعنی اونش کنار بیان. همیشه مین کاراکتر بودم تو تیم، ولی خب نشد دیگه، ولی که اونجوری که باید باشه تو دنور شاید، ولی احیای ریزی در نهایت شد. اوکلاهاما یه سری خیلی جذاب شد با دنور ناگتس، 4-3 شد.
سریشون و تا لحظه آخرم یعنی همه اینجوری بودیم که حتی من و تام صحبت می‌کردیم اینجوری که نمیدونستیم واقعا اوکلاهاما میتونه بیاد بالا یا نه، چون خیلی گرفتار شده و دنور همیشه تیم سختی بوده تو همه مسابقات، یعنی همیشه این 4-3 رو داشته دنور. حتی از اون ورم با کلیپرز هم 4-3 کرد که رسید به در واقع بازی با اوکلاهاما و خیلی با اینکه خسته بود ولی خب بازم حسابی مقاومت کرد و ترکون. همون بازی‌ها به نظرم یکی از بازیکن‌های اصلی میتونیم بگیم SGA بود یا شی گیلجیس الکساندر، ولی خیلی SGA رو به در واقع فری تروهاش گیر داده بودن که چرا انقدر خطا میگیره. حتی من دیدم تو گزارش‌های ESPN و اینا میگفتن که مثلا میخواد خطا بگیره و اینا، ولی خب به نظرم حالا بازیکن مورد علاقه من نیستش ولی نمیشه گردن بازیکن انداخت وقتی که داورا یه سبکی سوت میزنن، میخوای هر برتری که میتونی کسب کنی دیگه. دقیقاً دیگه. بعد اصلا آخه خود این مدل بازی کردن میگفتن طارمی واره آره بدنو میذاره. حالا بازی جلوتر با تیم بولز هم خیلی حاشیه ساز شد این قضیه، ولی خب یه سری چیزاش دیگه خطایی بود که روش میشد، چون بالاخره بازیکن اصلی اوکلاهاما بالاخره MVP شد این فصل و حتما یه چیزی بوده. البته صحبت MVP خیلی تو بازی اوکلاهاما و دنور یهو بولد شد، چون که دقیقاً 2 تا نفر اصلی ریس MVP که می‌خواستن ببینن کی میشه تو 2 تا تیم بودن، یکی SGA بود و یکی هم خود نیکولا یوکیچ. و یوکیچ امسال خیلی اصلا چی میگن آمارای عجیبی جابجا کرد، یه سری بازی‌های عجیب غریب با مثلا 60 تا ریباند. MVP خیلی یکم معیاراش مثلا اینه که ارزش اون بازیکن نسبت به تیمشه یا موفقیت کلی تیمه. بعد خب موفقیت کلی تیم هم بستگی به بازیکن‌های پیرامون اون بازیکن داره. خب تیم SGA بهتر از تیم یوکیچ. اصلا یکی از چیزایی که نوشته بودن، البته اینو برعکس گفته بودن که دنور چون تیم کلیتش بیخودی داره همه بارا رو دوش یوکیچ بوده و اتفاقا مثلا اون باید MVP میشه، ولی به نظر من تیم اوکلاهاما تیم خیلی سرتر از دنور بود و به نظرم 80% دنور رو یوکیچ میگشت عملا بازیاشون همه. یعنی یوکیچ نبود دنور عملا میتونم بگم این شاید 3 تا بازی رو یکیشو شاید میبرد واقعا اگه یوکیچ مصدوم بود. ولی خب البته بعد شانس هم شدن ارن گوردون همسترینگش گرفت. اونم میشه گفت گزینه سومشون بود، چون اونم یهو مایکل پورتر هم مثلا اینکه شونش درد میکردش اینا، اون که شونش هم درد، ولی خب کلا میتونست یه دفاعی بکنه چون فقط با 3 امتیازی آورده بودنش، اونش هم نمیگرفتش. آره دیگه کاملا دقیقاً نبودش. آفرین دقیقاً همینجوری بود. و خلاصه سری اوکلاهاما و دنور هم شد 4-3 به نفع در واقع اوکلاهاما سیتی و رسیدیم به بازی فینال کنفرانس. فینال کنفرانس افتاد بین تیمبرولز و در واقع خود اوکلاهاما و خیلی اصلا بازی به نظر من پایاپایی بود، یه جنگی توش بود. بالاخره خود آنتونی ادواردز انتمن بالاخره بازیکن الان همه به نوعی به یه مایکل جوردنی تشبیهش میکنن به خاطر اون پر رویش، ولی فکر کنم بازیکن تو نیست خیلی. من خوشم اتفاقا نسبت به SGA و انتو ترجیح میدم. آره به نظر من یعنی آینده NBA میتونه به نظر من آنتونی واقعا اگه بخوای یه تیمو تشکیل بدی از نوع یه تیمی رو بسازی جزو 5 تا بازیکنیه دیگه. آل استار بوده، طلای المپیک آورده، میدونی یعنی به نظر من تازه مثلا شروع آنتونی دیویس که المپیک 2008 از کنتاکی اومد. آره دیگه اومد و طلا رو گرفت و اونم شروع راه آنتونی دیویس بود که حالا داستانای خودشو داشت. اینجا اوکلاهاما تونست 4-2 سری تیمبرولز رو ببره دیگه. عملاً تیمبرولز بازی آخر دیگه بازی رو عملاً داده بود دیگه، دید دیگه از پس اوکلاهاما بر نمیاد. همون 2 تا بازی هم با آنتونی ادواردز و
رندل به نظر من این دوتا زوجی بودن که حالا استوریش هم براتون گذاشته بودم، خیلی خوب بودن. اون ترید عجیب غریب کارل آنتونی تاونز و اون فینالی میتونست بشه اگه مینسوتا نیویورک واقعا آره که تو نیکس بازی میکردن یه ترید شدن و شرایط عجیب غریبی شد. تیمبرولز بازیشو با لیکرز کرد راند اول و بعدش هم رفت با خود وریر بازی کرد. بازی لیکرز و من خودم شخصا فکر می‌کنم لیکرز یه ذره قوی‌تر ظاهرشه، چون خیلی اینو میگفتن که آنتونی ادواردز خب استوریش هم براتون گذاشتم 2 ستاره رو حذف کرد عملا، یعنی هم وریر رو حذف کرد با استفن هم با لیکرز و با لبران حذف کرد، ولی خب عجیب بود که اونور باز زورش به تاندر نرسید. ولی کلا به نظر من این آنتونی ادواردز و انتمن و اس جی ای خیلی اونا میتونن بعداً با هم یه رقابت ام وی پی و اگه این روند آنتونی ادواردز ادامه بده داشته باشن. تو نظرت چیه؟ آره من به نظرم یه نقدای وارد شدش به آنتونی ادواردز تو اون سریشون با اوکلاهوما، ولی خب به نظرم یه 2-3 سال از لحاظ تکامل بازیش و تصمیم گیری و ایناش عقب‌تره هنوز از اس جی. خب از لحاظ سنی هم خب جوان‌تره. آره دیگه دقیقاً. مثلا وقتی مثلا دفاع اوکلاهوما دیفنسیو ریتینگ اوله، مثلا فشار روش می آوردن، بلیتزش می‌کردن، سوارمش می‌کردن با کاروسو با کیسون والس، اینا باید مثلا توی یه لحظه بهترین تصمیم رو بگیری دیگه، چون مثلا 2-3 نفر رو تو هن، یارات خالی شدن. ولی خب نسبت به سال پیش که به دالاس باختن رشد کرده آنتونی ادواردز، ولی خب هنوز یه سری ریزی هستش که میتونه بهتر. الان خوبه که زوجش رندله، یعنی خیلی با هم جوش خوردن. یهو رندل بالاخره بخوایم نخوایم یه تجربه خوبی از بازی با کوبی داره، از دوران طولانی تو نیکس داره. از اون تریدایی بود که واقعا من اینجوری بودم که مثلا میارزید مثلا. البته که خب نیکس هم واقعا واقعا از لحاظ حقوق و ایناشون من چیه جالبی دیدم این بودش که خب بین اون سه تا دیواچنزو، رندل و کت، خب کارل آنتونی تاونز به نظرم خب کارل آنتونی تاونز معلومه دیگه ارزشمندترین بازیکنه، ولی آیا اونقدر ارزشمند هستش که 3-4 سال آینده باید بهش حدود 62 میلیون دلار بدن تو فصل؟ دقیقاً. بعد وقتی که این وضعیت حقوقا و سقف حقوقی که تعریف کردن و اینا، اون لاکچری تکس و اینا، و یه جوریه که مثلا تقریبا فکر کنم 25% حقوق تیمو از آن خودش میکنه دیگه. دقیقاً. آره واسه همین نمیدونم آیا انقدر میارزه که برای کرد، چون 22 امتیاز 11-12 تا ریباندشو میگیره، ولی دفاعش اونقدر توی پینت و اینا خوب نیستش. آره اصلا کلا میدونی جزء پست بالاهاییه که عملا روی امتیاز آوریش بیشتر تمرکز میکنن تا دفاعش. یعنی کلا واسه همین واسه گوبر ترید کردن که گوبر 5 سانتر بازی کنه، اینو پاور فوروارد یه جوری گذاشته. دقیقاً. آره دیگه دقیقاً. آره که اون خلأ دفاعیشو پر کنه. منم همین، یعنی فکر میکنم که واقعا میارزه یا نه که این کارل آنتونی تاونز رو بگیرن. خلاصه این ور سری تاندر و تیمبرولز 4-2 شد و دیگه مشخص بود. یعنی بازی آخر من به امیرعلی هم گفتم که فکر نکنم که دیگه همیشه چون بی‌طرفم دنبال اینم که گیم 7 بشه، یه هیجانی باشه اینا، ولی خب بیشتر امید تا منطقه احساس بیشتر. آره دیگه دقیقاً. و خب اینور عملا اوکلاهوما خب اولم شد و بالاخره تونست به فینال اصلی برسه، چیزی که انتظارشو داشتن. اوکلاهوما خیلی تیم روونیه، خوب بازی میکنه و به نظر من مثلا تو بازی با تیمبرولز بود که با 40 تا باختن، فکر میکنم بازی پنجم بود اگه اشتباه نکنم. کلا تو تاریخ بسکتبال کلا 3 دفعه شده که یه تیمی با 40 امتیاز یا بیشتر ببازه و سری رو ببره. کلا یکی فکر کنم 1900 دهه 1950 1970 و این دفعه 2025 و خب اوکلاهوما این کار که نشون میده که منتالی واقعا تیم قویه و میشه حتی روی فینال NBA هم روش حساب کرد. چیزی که دقیقاً پیسرز میگن خیلی اونقدر یعنی تجربه، چون فینالو نداره. اوکلاهوما هم نمیگم تیم با تجربه‌ای خیلی، ولی
از نوع بازیاشون به نظر من خب اوکلاهاما قطعا سر به پیسرز، ولی خب پیسرز واقعا یهو ما نفهمیدیم چجوری یهو همه رو درو کرد اومد فینال. چون من واقعا فکر نمی‌کردم پیسرز حداقل به فینال اصلی برسه، یعنی به نظر عجیب بودش واقعا. ولی خب پلی آف یه جوریه که همون جوری که گفتی استف مصدوم شدش، اون برم خب تو بازی اول دوم کلیولند که شماره 1 بودش، حتی میچل میگفتن جزو 3-4 نفریه که میتونه مثلا حالا این 2 نفر اصلی برای MVP خب خیلی فاصله گذاشته بودن بین خودشون بقیه، ولی میچل با تیتوم اینا نفرات بعدی بودن. ولی اینکه گارلند و موبلی مصدوم شدن دیگه اصلا 2 تا بازی خونگیشون رو باختن دیگه، خیلی فشار میذاره. می‌خواستم بگم دقیقاً کلا اونورم یه بخوایم در واقع چیزی بکنیم، یه تحلیلی بکنیم، خیلی عجیب بود. یعنی اونور خیلی اتفاقات عجیب غریب تری تا این بر جدول افتاد. واقعا به نظر من حذف شدن کلیولند واقعا عجیب بود تو اون مرحله. من یعنی واقعا فکر می‌کردم کلیولند بخواد نیاد حداقل فینال کنفرانسو، ولی خب نرسید. به قول تو هر دو طرف حتی میگفتن، یعنی همه میگفتن که دیگه منتظر فینال شرق بین بوستون و کلیولند دیگه کل فصل. حتی تو بازی فصل عادیشو میگفتن این مثل یه پریویو فینال شرق و ایناست، بعد هیچ کدومشون و فینال شرق نه بوستون اومد فینال شرق نه کلیولند اومد. راه پیسرز هم به نظر من راه آسونی اصلا نبود، یعنی قابل احترام واقعا. بالاخره ناکن میلواکی باکس رو 4-1 برد. بالاخره یانیس تجربه زیادی تو همه جاهای NBA داره، همه مراحل NBA داره، بازیکن بزرگیه بالاخره. ولی خب باکس هم این فصل اونقدر داک ریورز مربیشونه، بعد دیم هم یه مشکله چیز داشت برای قلب و عروقی داشت، اینه که تو پاش ایجاد شده بود، اومده بود خودشو رسون آخر سری، ولی دیگه دیر شده واقعا دیر شد. آخرم دوباره نتونست اون کاری که باید رو انجام بده. کلیولند خب میدونی که میامی رو برد، هیت اصلا تیم در سطح پلی آفی اصلا نبود، دهم بود و تو پلی این که حالا براتونم گذاشته بودم قبلا، تو پلی این تونست بیاد و تیم آخر صعود کننده شرق باشه و عملاً واقعا جلو کلیولند تو هر 4 تا بازی حرفی تقریبا برای گفتن نداشت، عقب باخته بود. کلیولند خورد به پیسرز و بازی کلیولند پیسرز پر از اتفاق عجیب غریب بود. اونجا بود که تایریس هالیبرتون واقعا نشون داد که کیه و اصلا یه بیست مود عجیبی رو فعال کرد تو خودش. اصلا واقعا عجیب غریب بود. تایریس هالیبرتون یهو خب بالاخره بازیکن اصلی پیسرز، به یه نوعی میشه گفت ستاره پیسرز در کنار پاسکال سیاکام، و این 2 نفر عملاً تونستن کارو در بیارن. تو بازی کلیولند خیلی بیشتر این مشهود بود که تایریس هالیبرتون چقدر کمک کرد به واقعا فکر کنم یه نظرسنجی شده بود بین بازیکن‌های NBA و اینا، فکر کنم 1-2 ماه قبل اینکه پلی آف شروع بشه، بعدش هالیبرتون رو به عنوان most overrated بازیکن. آره دیگه، چون تو المپیک هم بهش بازی نداد کلا و اینجوری بودن که خیلی overrated و چیزو و اومدن. ولی به نظرم هر نتیجه‌ای که رخ بده توی فاینالز، هالیبرتون یعنی اون چی میگن خودشو نشون داد، بزرگترین برنده است. دقیقاً واقعا تونست خودشو خیلی خوب نشون بده. هالیبرتون به نظر من مستحق این جایگاه بودن که برسن فینال، با اینکه خیلی از ناکجا اومدن، ولی خب تونستن کلیولند رو 4-1 هم ببرن. میدونی یعنی به 4-3 نرسید، به بازی هفتم نرسید، به بازی ششم نرسید. یعنی تو همون 5 تا بازی پیسرز کلا نسخه کلیولند رو پیچید و خیلی به کلیولند اعتراض داشتن که چرا بازی آخر مثلا باز 1-2 تا بازی آخر اینقدر بی‌انگیزه بازی کردن، میتونستن خیلی بیش از این بازی کنن. خود دانوان میچل هم عملاً 1-2 تا بازی آخر ترنوور زیاد داشت، شوتاش نمیرفت، تمام سعیش رو کرد، ولی دفاع ایندیانا کلا خیلی قوی بود. تو سری بعدی هم یه جوری برانسون رو تونستن دفاع بکنن. آره واقعا تیمایی که مثلا خیلی آیسولیشن دارن و هیرو بالا اینطوریه رو خیلی خوب، مثلا نمهارت و نیسمیت و گزینه‌های زیادی دارن. نمهارت و
نیسمیت خیلی بازیکنای با جوون و تازه پرانگیزه و با سالری پایین، با درآمد پایین نسبتاً و عملاً باشگاه داره رشدشون میده که بعداً با قیمت بالاتر بتونه بفروشه. بازیکن‌ها آینده لیگن به نظر من، چون اون شرایط جوری شده که بازیکنایی که 10 میلیون 15 میلیون میگیرن و میتونن تاثیرگذار باشن، اونقدر اون فضای چی میگن سالری شیت باشگاهو پر نمیکنن، ولی خب میتونن کمک کنن. دقیقاً. واسه همین بازیکنای جوون خیلی مثلا از طریق درفت و اینا خیلی مهمتر شده که بتونی تیمتو بچینی. دقیقاً. ستاره بیاری و اینا یه جوری اون نمیگم منقرض شده اون روش، ولی مثلا تو فینیکس میبینی اونقدر. اصلا یکی از همیشه چیزایی که بود، همیشه من اینو گفتم، خودم سوپر تیم معمولاً هیچ وقت جواب نداده. یعنی مثلا تو ام بی اصلا، یعنی شما نگاه کنی بروکلین اون سال اومد کایری آورد، هاردن آورد، یکم بچانسی سر کرونا اینا آوردن. کایری گفت من واکسن نمیزنم. آره دیگه عجب بسته. البته چیزو گفتم فقط بازیای خونگی رو انجام، چون اجازه نداشت بیاد دیگه. میگفتن تو استیت دیگه اصلا نمیتونست حضور داشته باشه که واکسن نزده بود. شاید هم یه چیز میدونست واقعا همین واکسنا کارو خراب خطریه. خب به نظرمون بریم ببینیم نیکس چجوری اومد بالا تو در واقع فینال. نیکس با پیستونز بازی کرد، یه تیم قابل احترام، یه تیم خفن که بیشترین پرش و بیشترین صعودو داشت تو چیزا. خیلی اصلا باختاشون پشت هم شده بود. آره پارسال اصلا جزو جذاب‌ترین چی میگن قسمت فصل عادی شده بودش. آره همه دنبال این بودن که اصلا بردن یه بازی و فصل پیش اومد زیرنویس کردن که آقا مثلا سریای باختشون تموم شد یه دونه بردن، انقدر بد بود. داستان خودشونو داشتن. البته کم گرونترین قرارداد مانتی ویلیامز دادن، مربی سابق سانز که اون موقعی که ایتون و اینا با اون مشکل برخوردن آوردنش، خواستش مثلا یه فرهنگ جدیدی اونجا جا بندازه دیترویت، ولی بعد یه فصل گذاشتنش کنار، مربی پارسال کلیولند آورد. دقیقاً. و چیکار کرد واقعا. یعنی بالاخره کید کانینگهام واقعا استفاده درست ازش کردن. شما فکر کن اول بود دیگه، درست دارم میگم دیگه، درفت یک بود دیگه که تو پیستونز بازی می‌کنه. کید کانینگهام واقعا بازیکن با پتانسیل زیاد، ولی خب استفاده درست ازش نمیشد و پیستونز اومد این فصل ششم شد، مستقیم اومد پلی آف، چیزی که یعنی اصلا خود طرفداراش هم باور نمی‌کردن که پیستونز بتونه مستقیم پلی این هم نره، مستقیم بیاد پلی آف. و خب اومد و خورد به نیکسی که سوم شد. نیکس واقعا گفتم واقعا جزء تیماییه که یعنی باید بهش طرفدارش با اینکه طرفداره عجیبی داره، طرفدار نیویورک یه جوری از خود متشکر و به خاطر شرایط. تو فکر کن استادیوم مدیسون اسکوئر باشه دیگه، خب دیگه بهش میگم مکه بسکتبال دیگه. آره دیگه دقیقاً بزرگترین و اصلا خفن ترین استادیوم بسکتبال میتونم بگم دنیاه واقعا مدیسون اسکوئر گاردن و همه چی توش برگزار میشه، بوکس توش برگزار میشه. یه چیز در مورد این می‌خواستم بگم، داشتم پادکست کوین گارنت و پال پیرس رو نگاه می‌کردم، بعد داشتن در مورد این میگفتن که خب مدیسون اسکوئر گاردن یه اباحتی داره اینا، ولی چون انقدر معروفه در مقایسه با یه استادیوم مثل استادیوم پیسرز که خیلی مثلا حالا ممکنه سلبریتی نباشه اینا، ولی یه جور جوی میشه که حس می‌کنی بازی خارج از خونه است واقعا، مثل اوکلاهوما که اتفاقا فقط یه بازی دنور تونست اونجا ببره. آره دیگه دقیقاً جو عجیبی داره. 100% جو عجیبی داره. مثلا وقتی که بازیکن اصلا پال پیرس خودش میگفت میره نیویورک بازی میکرد، حس نمیکرد که داره خارج از خونه بازی میکنه، یه جور راحتی براش بود که عملکردشون کمک میکنه. هالیبرتون هم اون دوتا بازی اولی که بردن و اون کار رجی میلر رو کرد. آره دیگه الان میگم جلوتر که اونم استوریشو گذاشته بودم. الان بخوایم نگاه کنیم، بعد پیستون 2 تا بازی از نیکس گرفت واقعا، یعنی به نظر من تا همین جاش عالی بودن. آیا همین روند رو ادامه بدن فصل بعد میتونن به جاهای خیلی خفن‌تری برسن. نیکس اومد خورد به سلتیکس چی شده بود؟ آخه دیگه اورلاندو بالاخره تیم همیشه ناراحت کنن. ما که واقعا تلاشو کردم بچه‌ها. نشد. آره البته خب یه
حالا من وارد اورلاندو شم و یه قسمت کلا تیک اوور میشه، نه بهتر واردش نشم، ولی یه مصدومیتایی برام پیش اومده بودش که مثلا جیلن ساکس خب سومین گزینه تیم یه جوری روح و قلب تیم هم هستش، خب اونو نداشتیم و اینا، ولی خب اگه بازم اونو می‌داشتیم فکر کنم کلا سلتیکس تو 6 تا بازی می‌بردش. آره ولی سلتیکس هم خودش در واقع دوم شد، 4-1 هم برد و اورلاندو تو پلین تونست در واقع هاکس رو حذف کنه، هفتم شد. هر کی به نظر من غیر هاکس بود شاید اورلاندو اذیت میشد. بازی آسونی هم خیلی نبود، ولی شیکاگو خطرناک بودن کلا و هاکس خب پس خیلی خوب شده دیگه بالاخره تیمیه که خیلی بالا پایین زیادی داره و ماجیک تونست همون بازی اول پلین رو ببره و هفتم شه. خب سلتیکس طبق انتظارات بالاخره حذف کرد دیگه، اورلاندو رو فکر می‌کردیم حذف بشه، واقعیت خورد به نیکس. بالاخره سلتیک قهرمان خودش و اینجوری بودن که دیگه با همون ترکیب و با همون عملا خیلی تغییر آنچنانی سلتیکس نداشت، بازیکن اصلیاش همه سر جاشون تقریبا بودن و میگفتن خب امسال ممکنه به فینال برسه، ولی نیکس خیلی تیم چغری بود واقعا جلوی سلتیکس. یعنی من واقعا فکر نمی‌کردم 4-2 بتونه نیکس ببره سلتیکس رو و حتی قبل از مصدومیت تیتوم توی بازی پنجم بودش فکر کنم. آره که بازی بعدش بازی نکرد. حتی اون بازی فکر کنم 2-3 دقیقه آخرش حداقل فکر کنم 8-9 تا عقب بودش سلتیکس. یعنی حالا مثلا اگه کلی بخوای نگاه کنی بگی خب تیتم مصدوم بودش آره دیگه در واقع، ولی حتی با اونم 3-1 عقب میافتادن. یعنی اگه تیتم هم داشتن بعیده که بتونن 3-1 4-3 کنن. آره کلا خیلی مصدومیت‌ها یهو تو پلی آف زیاد شد. خود استف که اونور مصدوم شد عملاً سری واریر رو ریخت به هم و هم ریخت اونور کلا. اینجا هم دقیقاً همین شرایط برای تیتوم پیش اومد و خب بالاخره تاثیر گذاشت رو عملکرد سلتیکس. نیکس تونست 4-2 ببره و پیسرز و نیکس رسیدن به فینال کنفرانس. فینال کنفرانس تاریخچه غنی هم دارن بین هم دیگه. 100% همون رژی میلر رو که استوری گذاشته بودم واسهتون دقیقاً با نیکس خورده بودن و هم با اینکه اون سری در واقع نیکس تونست بیاد بالا و برسه به فینال، رژی میلر تو اون بازی حالت چون کنار زمین خیلی بهش گیر میدادن و اسپایکلی که اسپایکلی دقیقاً اسپایکلی کنار زمین شلوم هم تازه نفس اضافه شده. و خب موقعی که تونست ببره اون حرکت چوک معروف رو اجرا کرد. هالبرتون قشنگ معلوم بود با خودش عهد بسته بود که اگه بتونه همین کارو با نیکس کنه که خب واقعا شما 2 تا بازی اول تو مدیسون اسکوئر گاردن بتونی نیکس رو ببری، با قدرت هم ببری. آدم میگفتن که نیکس کلا یه عادتی کرده بودش که عقب بیفته حدود 15 امتیاز اینا، بعدش مثلا تو سریش با بوستون 2 تا بازی اول بوستون فکر کنم مثلا عجیب بود، تو خونه خودش 20 امتیاز جلو بودش بعد تو خونه خودش کامبک خوردش 2 دفعه پشت سر هم بعدش، ولی یعنی یه جوری شده بودن که تیمی هن که عقب میفته و برمیگرده، ولی اون دینامیک یه جوری برعکس شدش. دقیقاً بازی با ایندیانا تو خونه نیویورک بودش، تونستش ایندیانا عقب بیفته و برگرده. آره بعد یه جوری مثل اینکه به خودشون یه جوری شک کردن، اون اعتماد به نفسی که از سری بوستون داشتن متزلزل شده شد. حتی اصلا بازی در واقع پنجمو که نیکس برد بهت هم گفتم اصلا تو صورتاشون من نمیدیدم اینا بتونن کامبک بزنن، چون فقط اینجوری بودن که یه بازی رو صرفا بردن. قشنگ تو صورت جیلن برانسون، تو صورت کت یا کارل آنتونی تاونز هیچ چیزی من ندیدم که کت واقعا سعیشو کرد. قابل تحسین بودش، یعنی خب امتیازشو از 3 امتیازی اینا بیشتر میگیره، ولی هی سانتر ایندیانا مایلز ترنر. آره مایلز ترنر البته هم بعضی موقع پاسکال سیاکام میذاشتن دفاع بکنه که خب زورش نمیرسه به کت و اینا، ولی سعی میکرد توپو بزنه زمین و بره سمت حلقه و اینا. دیدم که بعضی میگفتن کت یه جوری با زانو میره و یعنی دفاع اصلا کلا تو لیاپاش نمیگرفت. آره تو لیاپا اصلا با کله میرفت تو شکم همه. ولی خوب شد به پاسکال سیاکام هم اشاره کردید.
واقعا یکی از تریدهای به نظر من عالیه پیسرز بود، یکی از برگ‌های برنده پرسز بعد هالیبرتون بود واقعا به نظرم، چون MVP هم شد در واقع، MVP چی میگن کنفرانس شد توی پلی آف و یه صحنه جالب بود، حالا بتونم براتون بزنم. هالیبرتون اومد که فکر کرد جایزه مال خودشه، اینجوری اومد جلو یهو گفت پاسکال سیاکام برده و خیلی بحثم بود که مثلا جفت هالیبرتون شاید ستاره تر بازی کرد. اون لحظه های خیلی مثلا رسانه یا اینا رو همگی رو خب هالیبرتون بیشتر داره، ولی اون لحظاتی که مثلا یکم اون حمله پرسرعتی که دوستان انجام بدن مثلا یکم کند میشدش اینا، پاسکال سیاکام میتونست مثلا پشتشو به حلقه کنه اینا، مثلا این ترنراند یک حرکتای اینجوری داشتش که مثلا تیمو از اون نقاط سخت یکم نجات میدادش. موافقم دقیقاً. و اینطوری شد که پیسرز تونست 4-2 نیکسو حذف کنه تو فینال و خب قهرمان کنفرانس شو، برسن به فینال اصلی با اوکلاهاما. یه آمار جالبی که بود، هم اوکلاهاما هم پیسرز جفتشون 16 تا بازی دقیقاً کردن و دقیقاً 12 تا برد که خب حالا مشخصه 12 تا برد داشتن و 4 تا باخت، یعنی اندازه هم برد و باخت داشتن و عملاً یه قد بازی کردن بخوایم بگیم. حالا درسته بالا پایین بازیاشون متفاوت بود ولی تعداد بازی‌ها عملاً یکسان بود، تو همین 16 تا بازی انجام دادن و خب بالاخره برد و باختام یکی بود. اینم خودش جالب بود. یه آمار دیگه هم که بخوام بهتون بدم این که بیشترین امتیازو تو پلی آف جیلن برانسون آورد با 530 امتیاز آورد، مهره اصلی نیکس که به نظر من فصل بعد از این تجربه این پلی آف قطعا نیکس دوباره استفاده میکنه و میتونه به فینال اصلی برسه اگه به هم نخوره. البته میخواد در مورد نیکس یکم حرف بزنیم بعد چیکار کنن اینا یا میخوایم بریم سراغ فینال؟ میخواد نیکس چون مثلا بگو آره فکر کنم پنجمین فصلی بودش که تام تیبدو مربیشون بود. دقیقاً آره. جزء منسجم‌تریناست. دوچار یه چی میگن یه خستگی میشی، مثلا حتی نتیجه میگیره باهاشون، حتی هم حاضر شدش اون فلسفه این که دوست داره فقط مثلا 6 تا بازیکن استفاده کنه، زیاد مثلا از عمق تیمش استفاده نمیکنه، بازیکن ذخیره رو بیاره. وقتی که 2 تا بازی اول باختن مجبور شدش که بعضی بازیکنایی رو که زیاد بهشون بازی نمیداده بیاره استفاده کنه ازشون. ولی فکر کنم نیویورک باید تاثیر مهمی بگیره چون مربی دنور هم که اخراج شد اون هستش تو بازار. مثلا ببینن میخوان برای فصل آینده همین بازیکن‌ها رو فکر کنم یه شانس دیگه بهشون بدن قطعاً 100%. یعنی ولی ایشون مربی رو بخوان عوض کنن. آره. مایک مالون بیاد به نظر من ترکیب جالبی میشه. آره و منم همین فکر رو میکنم. نیکس میتونه فصل بعد از همین تجربیات این پلی آف که واقعا به نظر من عالی بودن توش استفاده کنه، بتونه ببره. بعد جالبش اینه که کارل آنتونی تاونز هم بیشترین ریباندو توی پلی آف با 209 تا ریباند آورده و اسیست داد دست هالیبرتون با 156 تا اسیست که داشته. خیلی رقم بالاییه. عجیبی بودش که تریپل دابل. مهمترینش به نظر اینه که توپو از دست نداشت، ترنوور نداشت تو بازی. خیلی همین ترنوور نداشت. تاریخ بسکتبال نشده بود همچین چیزی واقعا. بعد اون بازی اصلا آمارش خیلی عجیب غریب بود. بعد 156 تا اسیست تو پلی آف به نظر من آمار واقعا قابل تحسینیه که یه جور تقابل 2 تا فلسفه بودش دیگه. مثلا هالیبرتون دوست داره پخش بکنه توپو همه دستشون مثلا گرم بشه و اینا، بعد نیکس از اون طرف حتی میشه گفت سبک کلیولند هم یکم اینطوریه، وقتی که میچل گرم میشه میخواد 40-50 امتیاز بگیره همون گوشه وای میسن اینا که مثلا میچل کارشو بکنه اینا. برانسون هم یعنی یه جوری بودش که مثلا بازی تیمی و بازی مثلا تکروی نمیشه گفتش ولی خب آمار اسیست نیکس خیلی کم بودش اتفاقا. آره در اختیار تیم هالیبرتون به نظر من بیشتر. خب تو فصل عادی اوکلاهاما بالاخره آمار عالی و خودش به جا گذاشت رو ریگولار سیزن و 61 دونه برد داشت و 4 تا باخت. پیسرز 50 تا برد داشت و 32 تا باخت، یعنی دقیقاً نزدیک به بیشتر از 2 برابر. میتونستن بهتر هم باشن چون اول فصل یکم طول کشید که مثلا پیسرز یه مسئولیت‌های کوچیکی داشتن اینا. فکر کنم نمهارت نبوده، بعد هالیبرتون 100% نبودش. من اتفاقا یادم اول فصل
فکر می‌کردم البته اورلاندو چهارم بشه حتی سوم بشه، ولی یعنی اگه می‌خواستم تیم‌ها رو بچینم من فکر می‌کردم پیسرزشون پنجم بشه و میلواکی ششم بشه. منم آره نظرم تقریبا رو همین بود. اگه بخوایم کلی نگاه کنیم به این پلی‌آف به نظرم یه جوری پوست اندازی نمیشه گفتش، یا مثلا میگن پاسینگ اف دی تورچ، مثلا از نسل قبلی نسل جدید دیگه مثلا شدن مثلا چهره بسکتبال و اینا. خیلی این پلی‌آف تو چشم بود، یعنی میدیدی که مثلا لبران دیگه آره استف اون بر مصدوم آره شده. میبینی دیگه میدونی هنوزم بازیکنای عالی هم برای تیماشون میتونن هنوزم بازی دارن، ولی تو ناخودآگاه سنت که میره بالا اون لول اینکه تو رقابت باشی بتونی تو پلی‌آف سنگین رقابت کنی. لبران سالهای سال تو پلی‌آف رقابت کرد و خب این فصل دیگه میدونی معلومه نکشید لیکرز اونجوری که باید و اونم ول کردن عملا. خلاصه بعد آمار در واقع هالیبرتون هم بخوام بگم اوریجش رو بخوام بگم این که تقریبا 18 امتیاز بوده، 9 و 8 اسیست و 5 و 7 ریباند بوده در واقع برای هالیبرتون. اونورم SGA که بخوایم نگاه کنیم امتیازش 29 و 8 بوده اوریجش، اصلا مشخصا سرتر تو امتیاز آوری. اسیستش پایین تر بوده 2 تا، یعنی 6 و 9 بوده اسیستش میانگینش و ریباندش این هالیبرتون 5 و 7 بوده. و این دیگه یه خلاصه‌ای بود از تقریبا تونستیم دیگه کامل بهتون بگیم که این چارت پلی‌آف به چه صورت بوده و در واقع به فینال رسیده. نظرت چنده روی فینال؟ همونطوری که گفتم خب اوکلاهاما 2 تا بازی اول خونه خودشه، آره دیگه بعدش هم عوضش کردن دیگه. قبلا 2-3-2 بودش اگه درست یادم بیاد، یعنی 2 تا بازی اول خونه یه تیم بود، بعد 3 تا پشت سر هم خونه تیم مقابل. الان مثل بقیه پلی‌آف آره شده. آره. ولی خب چون هوم کورتو داره سخت اوکلاهاما رو تو خونه خودش ببری با این تیم. بعدش هم یه جورایی هم حالا SGA و هالیبرتون خب ستاره‌های تیماشون هم، ولی خب یارای دومشون سیاکام و قبلا تجربه فاینالز داره، بعد اون بعد جیلن ویلیامز بعضی موقعی بازیایی غیب نمیشه ولی اونقدر نمیتونه موثر باشه. خود چت هم به نظر من بازیکنیه که میتونه کمک کنه. کلا روستر اوکلاهاما به نظر من تیمیه که کاروسو و هارتنشتاین خیلی کمکشون کردن. آره یکم خبره‌تر و با تجربه ترن. کاروسو مخصوصا مثلا یه دفعه 2-3 تا توپ دزدی حالا استیل میگن اینا پشت سرم انجام میده، کلا یه ران 7-0 8-0 یه دفعه انجام میده، میگه چجوری ما مثلا مساوی بوده 10 تا عقب افتاده. خیلی کمک کرد و همیشه کاروسو همینجوری بوده، تو لیکرز هم همین شکلی کمک میکرد به تیمش. من نظرم اینه که به بازی هفتم نمیرسه اوکلاهاما، فکر کنم 4-2 شاید بتونه. من پیش بینیم 4-1 نمیدونم من، چون پیسرز یهو از ناکجا فکر کنم 2 تا بازی اولو بتونه ببره اوکلاهاما. پیسرز یه بازی اون و بین 3 و 4 یه دونه رو پیسرز خب میگیره فکر کنم، بعدش حتما بازی سومو میگیره چون 2-0. حتی اون بازی که عجیب بودش با 40 امتیاز به مینسوتا باخت اوکلاهاما دقیقاً که ول کرد دیگه اون بازی. آره آره دقیقاً هم علاوه روانشناسی اینا سخته، خب همیشه 100 تو بذاری اینا پخش کرد انرژی دیگه قشنگ. اون بازی با 40 تا باخت گفت که دیگه ولش کنید، مشخص بود میبازه، ولی 2 تا بازی بعدی تقریبا رد شد از اون تیم برواز و برای همین انرژیشو پخش کرد. و به نظر من خودم روی 4-2 هم و چیزو البته یادم رفت بگم، ریک کارلاین مربی ایندیانا فکر کنم حتی اگه قهرمانم نشه خودشو به عنوان یکی از بهترین مربیای قرن 21 حالا استیو کر که من از یه طرفدارش نیستم اینا، ولی سپولسترا خیلی قویه. بعد مربی هیت میشه 10 سال اولم خب مربی لیکرز و چیز بودش دیگه، فیل جکسون بودش، ولی بعد اونا اون قهرمانی که با دالاس کسب کرد با درک و شان مریون و جیسون کید، اینا که اون تیم کهکشانی وید باش لبران بردن، خب این نبوغ ریک کارلایل بودش دیگه 100%. بعد جزء رکورددارای برد کلا خب تو دنیای بسکتبال چند تا اسم مربی خب خیلی
در واقع بولده، یکی مثلا گریگ پوپوویچه، میتونیم بگیم یکی خود فیل جکسونه، بالاخره اینا نوابغ دنیای خود کارلایل سال 2004 هم حتی اون سری معروف بین پیستونز و پیسرز هم حضور داشته. آره خیلی تجربیات زیادی داره اینا همشون و خب واقعا کوچ کردن یه تیم برای یکم سبک الان یادم افتاد بخوایم مقایسه فوتبالی بکنیم، سبک آنچلوتی طوره، چون بعضی مربی‌ها هستن که فلسفه دارن، فلسفه رو پیاده میکنن رو تیمشون، بعضی هستن میبینن چه بازیکنایی دارن اونا رو ماکسیمایز میکنن. آره کارلایل سبکشه که مثلا با درک و جیسون کینه یه سبک دیگه بازی میکرد، الان که ایده هالیبرتون خیلی سریع توپو تا ریباند میگیرن، فست بریک و اینا، چون مثلا آمارش بود مثلا فکر کنم 50-60 تا امتیاز فست بریک بیشتر نیویورک گرفته بودن. واسه همین سعی کرده که ببینه چه تیمی داره بعد بتونه بهترین نتیجه رو با تیمشون بگیره. یه جوری اگه قراره یه اتفاقی بیفته تو این سری، کارلایل باید مثلا یه جوری بتونه یکی از بهترین سری عمرش داشته باشه. 100% آره. و کلاً دیگه سری به نظر من جالبی میشه، از دست ندین. تایم متاسفانه آمریکا بخاطر جوریه که نمیشه واقعا بازی‌ها رو دید. من که سخت میتونم ببینم، امیرعلی بیشتر بیدار میمونه بازی‌ها رو میبینه، ولی خب واقعا تا جایی که میتونین از دست ندین. به نظرم فینال خیلی خوبیه. قهرمان این فصل به نظر من تیمیه که حقیقتاً میشه گفت استحقاقشو دارشون. جفت تیما خیلی خوب بودن، پیسرز هم حتی پارسال هم رسیده بود به فینالش. بله آره دقیقاً. و اینکه اگه بخوایم کلی نگاه کنیم ممکنه که خیلی علاوه مارکتینگ و اینا بهترین فاینالز نباشه، چون مثلا بازار بزرگ نیستن، نیویورک، بوستون، ولی میتونن بسازن به نظر من. ولی برای کسایی که بسکتبال رو دوست دارن، چون تیم‌های تازه نفسن، جوونن، هیجان انگیزه، من ترجیح میدادم که مثلا ایندیانا برسه تا نیویورک برسه. چون اگه نیویورک میرسیم مثلا اگه بن استیلر اونجا نشسته تو شلومه یکم مثلا اون فاز بازار بزرگ اینا رو دارن. آره دقیقاً. به نظرم سری جالبی میشه و ببینیم پیش بینی من که اوکلاهاما 4-1. من رو 4-2 هم اوکلاهاما دیگه ببینیم سری. ولی باز ترجیح میدم که پیسرز بتونه ببره. جدی؟ آره. کلا اوکلاهاما یکم وارد بحث زیبا شناسی و این چیزا نشم، ولی استتیک اوکلاهاما به نظرم خیلی چی میگن بی هویت، ژنریک خیلی. پیسرز اون لباسایی که داشتن با اون خطای زمان رجی میلر، جرمین اونیلینا رو، اونا رو خیلی بیشتر خوشم. آره اون لباس خیلی یه تاریخچه‌ای داره. آره اوکلاهاما زیاد تاریخچه‌اش کمتره، ولی خب فنی بخوای ببینید تیم پاریسه دیگه. آره تیم خوبیه واقعا اوکلاهاما، همه قطعاتش واقعا خوبه. بهترین مربی سالم دارن دیگه، دابینو. آره دیگه دقیقاً بهترین مربی شد و به نظرم حقش بود حقیقتا که بگیره مربی سالو. و دیگه همین ببندیم. مرسی که تا اینجا گوش دادین، ممنون ازتون. اصل دیگه اورلاندو ایشالله یه اتفاقایی بیفته. اول میاد ایشالله میتونن بالاخره ایرانه دیگه، میاد جام جهانی نمیاد بالا. اورلاندو میشه همینجا، ولی ایشالله فصل دیگه استاد ببینیم اورلاندو رو بالاتر. و خلاصه که مراقبت کنین، فینال رو از دست ندین. چاکریم، فعلا.